فکرشو بکن، کسی که تا دیروز تو دفتر رئیس جمهور آمریکا کلید طلایی میگرفت، امروز معتاد به مصرف مواد و اونم توسط خود ترامپ. چی بین ایلان ماسک و ترامپ گذاشت که اینجور گور گرفته؟ اختلاف از جایی شروع شد که ایلان ماسک به شدت از سیاست‌های جمهوری‌خواه انتقاد کرد. حتی تهدید کرد که حزب سوم تأسیس میکنه و گفت ترامپ بدون من قطعاً 2024 رو میباخت. ترامپ هم ساکت نموند. پشت پرده از مشاورانش پرسید فکر نمی‌کنی رفتار ماسک به خاطر مواد مخدر باشه؟ حتی تهدیدش کرد که قراردادهای دولتی شرکت‌های ماسک رو لغو می‌کنه. تو این دعوای قدرت یه جمله از ماسک حسابی ترکون. ترامپ فقط 3.5 سال دیگه وقت داره. من 40 سال دیگه هم هستم. یعنی چی؟ یعنی جنگ تازه شروع شده. آیا ایلان ماسک میتونه ترامپ رو زمین بزنه؟ نه مستقیم، ولی نفوذش تو شبکه‌های اجتماعی، ثروت چند میلیارد دلارش چیز کمی نیست. آیا درگیر اختلاف ملی تبدیل میشه یا فقط یه قهر موقته؟ جواب اینو من نمیدونم. و حالا سوال مهم، آیا ایران میتونه از این اختلاف در مذاکرات هستی استفاده کنه؟ با توجه به اینکه قبلا گزارش‌ها از ارتباط غیررسمی با ماسک مطرح شده بود، اون که ایران سعی کنه با ایجاد یه لابی غیر مستقیم از شکاف بین نخبگان آمریکا به نفع خودش استفاده کنه. اما باید دید این دعوا تا کجا ادامه پیدا میکنه. و یه موضوع عجیب‌تر هم این بود که روسیه به ایلان ماسک پیشنهاد پناهندگی داده. شوخی سیاسی بوده یا یه پیشنهاد جدی در سایه جنگ‌های نرم؟ این فقط یه دعوای شخصی نیست. این نشانه اختلاف سیاسی در کابینه ترامپ. ولی تو چی فکر می‌کنی؟ طرف کی هستی؟ ترامپ یا ماسک؟ تو کامنت‌ها برام بنویس. فالو کن تا بریم سراغ خبر بعدی.